به نام خدا. سلام خدمت تمامی همراهان عزیز سایت کدپز. من سجاد حسین زاده هستم. قصد دارم که تا در این دوره آموزشی طراحی سایت وردپرس رو با استفاده از المنتور در کنار شما دوستان پیش ببرم. با ما همراه باشین تا در پایان این دوره بتونیم که سایت های وردپرسی بسیار زیبایی رو با استفاده از افزونه المنتور طراحی کنیم. در ابتدا سری به سایت خود المنتور میزنیم. این سایت اصلی المنتور هستش که ملاحظه میکنید بسیار زیبا چیده شده و به تمامی با استفاده از خود افزونه المنتور طراحی شده. خب دوستان میتونید المنتور رو دانلود کنید. بعد از دانلود و نصب المنتور باید بریم طراحیمون رو شروع کنیم. نصب و افزونه المنتور دقیقاً مثل افزونه های دیگه وردپرس هستش. اگر که توی نصب و فعالسازی افزونه المنتور مشکل دارید میتونید بیاین داخل سایت کدپز و نصب افزونه رو اینجا سرچ کنید. آموزش‌هایی به صورت رایگان برای شما دوستان تدارک دیده شده. من دیگه توی این دوره آموزشی به نصب افزونه نمیپردازم. اینجا افزونه یا پلاگین آموزش نصب آن بر روی وردپرس هستش که میتونید اون رو ببینید. بعد دوستان توجه داشته باشین که این دوره یه پیش نیازی هم وجود داره براش. پیش نیازش اینه که شما یک مقداری با وردپرس آشناییتی داشته باشید و حداقل از دامنه و هاست سر در بیارید، یا اینکه در ادامهش هم باید با داشبورد وردپرس یه آشناییت نسبی داشته باشید. برای اینکه بخواین این آشناییت رو داشته باشین میتونین اینجا سرچ کنین آموزش راه اندازی سایت در 5 دقیقه. یه آموزشی تدارک دیده شده که به شما آموزش میده چطوری توی 5 دقیقه بتونید یک سایت رو راه اندازی کنید، که البته همینجا هم هستش. وقتی که این سرچ رو شما بکنید با این آموزش مواجه میشید، مشاهده میکنید که این آموزش برای شما تدارک دیده شده، میتونید از این آموزش استفاده کنید. منتها این آموزش رایگان نیستش و پولیه. اگر که میخواید میتونید اینو تهیه کنید. اگر که دنبال آموزش رایگان هم هستید کافیه که فقط سرچ کنید آموزش وردپرس. آموزشات رایگان وردپرس هم اینجا قرار داده شده. از این قسمت میتونید آموزش وردپرس به صورت رایگان و جامع از 0 تا 100 از زبان کدپز رو مشاهده کنید که یک مقداری شما رو با وردپرس آشنا کنه. حالا تا حدود این آموزش ها رو دنبال کنید و با داشبورد وردپرس یه مقدار آشناییت داشته باشید. خیلی خوب، میریم که کارمون رو شروع کنیم. بعد از اینکه افزونه رو نصب کردین، افزونه المنتور رو مشاهده میکنین که اینجا ما افزونه المنتور رو نصب داریم. حالا یک سری افزونه‌های بیشتری هم من نصب کردم از قبل. المنتور و المنتور پرو رو باید شما نصب کنید. بسیار خوب. برای شروع ما قسمت برگه ها میریم و سعی میکنیم که یک برگه ای رو به وجود بیاریم. اینجا میتونیم اسم برگمون رو انتخاب کنیم، هر اسمی که دوست داشته باشیم. میتونیم رو ذخیره پیشنویس بزنیم و بعدش ویرایش با المنتور رو داشته باشیم. اما خب من این سایت آموزشیه و مسئله برام ایجاد نمیشه که اگر همین الان اون رو انتشار بدم. اگر که سایت شما بالا هستش بهتره که انتشار ندین، اول درست کنید صفحتون بعد بیایید انتشار بدید. روی ویرایش با المنتور که کلیک کنید وارد صفحه ویرایش با المنتور میشیم. بسیار خوب. توی این صفحه ملاحظه میکنید که اینجا هدر ما رو آورده آموزش المنتور و همچنین به صورت پیشفرض یه
هدری داره فراخوانی میکنه. این میشه هدر ما. اینی که اینجا از آموزش المنتور هدینگ ما یا همون تایتل ما هستش. خب میتونید روی اینجا روی این چرخنده کلیک کنید و مخفی سازی عنوان رو بزنید تا این قسمت هیدن بشه برای شما. 2 مرتبه روی این دکمه اگر کلیک کنید میتونید اینجا المان‌های خود المنتور رو ملاحظه کنید که میتونه بخش داخلی، سربرگ، ویرایش متن، تصویر، ویدیو، دکمه، هر کدوم از اینها رو به سادگی با یک درگ اند دراپ ساده شما میتونید اضافی کنید و ویرایش هایی رو برای اون انجام بدید. مثلا انتشار، یه اسمی براش میذارم، استایل میتونم براش انتخاب کنم، فونت میتونم براش انتخاب کنم و یا هر چیز دیگه، وزن فونت، سایز فونت و یا هر چیزی که دوست داشته باشید. بسیار خوب. اولین المانی که حالا میخوایم باش کار کنیم، اینو همینجوری تستی من گذاشتم اینجا. اولین المانی که میخوام باش کار کنم المان بخش داخلی هستش، ولی خب از اینجا هم میشه اون رو اضافی کرد. ببینید ابزارکاتون رو یا همون المان ها رو شما باید اینجا بکشید و رها کنید همونطوری که اینجا نوشته. برای مثال میتونید این مثبت رو بزنید، یه سکشنی رو انتخاب کنید. توی این سکشن اولا که یه تنظیماتی رو برای این سکشن میتونید انجام بدید. حالا توی این سکشن هر المانی رو میتونید اضافه کنید. چی شد که من به این صفحه اومدم؟ این دکمه رو بزنید، هر جای المنتور باشید این دکمه رو بزنید، به این المان ها دوباره برمیگرده. برای مثال میتونم اینجا یه دونه المان تصویر رو اضافه کنم به این صورت، یا میتونم اون رو از اینجا وقتی که روش کلیک راست کنم، اینجا یه مدادی وجود داره، موس رو که میبرم روش کلیک راست میکنم میتونم حذفش کنم. حالا باقی موارد رو هم کم کم بهتون میگم. خب اینجا ما اولین سکشن خودمون رو به وجود آوردیم. یه بار دیگه این کار رو من انجام میدم. الان سکشن تک ستونه من ایجاد کردم. ملاحظه میکنید که این ستون هستش، این علامت تقریبا پنجره شکل ستون هستش که روش هم موس میبرم، میبینید نوشته ویرایش ستون. میتونیم اینجا 2 ستون ایجاد کنیم، 3 تا ستون ایجاد کنیم، 4 تا ستون ایجاد کنیم و هر طوری که خودمون خواستیم. حتی توی این ایجاد ستون ها ما محدودیتی هم نداریم. مثلا من 2 ستون ایجاد میکنم، قبلی رو حالا حذفش میکنم. 2 ستون که ایجاد میکنم مشاهده میکنید که اگر موسم رو ببرم روی یکی از این ستون ها و کلیک راست کنم، میتونم افزودن ستون جدید رو بزنم، ستون بعدیم رو هم اضافی کنم. به همین سادگی. اینها کار کردن باهاش خیلی ساده است. برای مثال میتونیم یه سربرگی رو اینجا اضافی کنیم، برمیگردم، یه ویرایشگر متنی رو اضافی کنیم، برمیگردم، و یا یک آیکونی رو اینجا اضافی کنیم. تک تک این موارد رو میشه ویرایش کرد و به اون شکل و شمایلی در بیاریم که خودمون دوست داریم. این از این مورد. بازم برمیگردم. یک مورد دیگه‌ای که میخوام بهتون بگم این کتابخونه ها هستش، یا اینجا نوشته افزودن قالب. کافیه که روی این بخش کلیک کنید. مشاهده میکنید که یک سری از قالب ها رو از قبل آماده داره و شما میتونید از اونها استفاده کنید. یا از این قسمت بلوک ها یک سری دسته‌بندی برای شما وجود داره. مثلا میزنیم روی about، یک سری حالا قالب هایی که مربوط به صفحه about وجود داره رو برای ما میاره. یا برای مثال میزنیم اینجا services، خدمات رو میاره. و حالا باقی موارد که خودتون میتونید تک تک این مورد ها رو تست کنید. call to action داره. این تک تک که بخش بندی کرده بسیار زیاده. این الان فوترشه. خب به هر حال خیلی میتونه جذاب باشه. شما فرض کنید این فوتر رو میتونید درج کنید با استفاده از این دکمه و بعد از اینکه درج کردید بخش‌های مختلف اون رو ویرایش کنید. برای مثال من میخوام الان یک هدری رو اضافی کنم.
البته این نسخه پرو المنتور رو من توی این دامنه خریداری نکردم، یا اینکه باید خریداری شده باشه. حالا یکیشو تست میکنیم. اگر خریداری نکرده باشین نمیتونید اون رو درج کنید. الان اینجا من گزینه درج رو میزنم. بله مشاهده میکنید که این خریداری شده المنتور پرو و من از نسخه حرفه‌ای المنتور پرو دارم استفاده میکنم. وقتی که المنتور رو بخرید شما هم این المنتور پرو رو دارید. حالا بخشای مختلف این رو میشه ویرایش کرد. الان اگر به طور کلی بخواید نگاه کنین مشاهده میکنید که یک سکشنی اینجا قرار داده شده. الان خطوط آبی که این دور گذاشته شده رو شما نگاه کنید، یه خطوط آبی این دور گذاشته شده، این میشه سکشن و اینم سکشن بعدیه. یا در واقع بهتر بگم که دو تا سکشن داره. سکشن دومی اینه، سکشن اولی اینه که سکشن اولی خودش دو تا ستون داره، دو تا ستون اصلی داره و سکشن دومی هم به همین ترتیب دو تا ستون داره. کار کردن با اینها چندان دشوار نیست، میتونید تست کنید و اینها رو کاملا انجام بدین. من ویدیو جلسه اول رو تموم میکنم تا در جلسه بعدی با بخش بیشتری از المنتور آشنایی داشته باشید. با ما همراه باشید. فعلا خدا نگهدار.